الان سالانه حدود 1,150,000 خودرو در کشور تولید میشه، اما قرار شده از امسال 60,000 خودروی ملی تولیدی در کشور با موتور مدین ایران روشن بشه. همین چند سال پیش وقتی خودروی ملی سمند به دنیا اومد میگفتن موتورش که خارجیه. خیلی اون موقع میگفتن به دست آوردن دانش فنی ساخت موتور ملی غیر ممکنه، اما متخصصان داخلی با یک راه میانبر که قبلا خودروسازان بزرگ همین مسیر رو طی کرده بودن، تونستن با استفاده از نوآوری ویژه هم دانش طراحی موتور رو کسب کنن و هم این نوع از موتور ملی رو در کمتر از 3 سال و در 3 نوع مختلف از لحاظ توان تولید و به نام ایران ثبت کنن. یک موتور 1.7 یا 1700 سی سی رو شامل میشه، موتور معمولی بیس گازسوز که قابلیت استفاده از سوخت گاز و بنزین تو امان داره. دومین موتور 1.7 با پرخوران یا توربوشارژ که این موتور هم در حال حاضر شما میبینید که بر روی خودرو سرعت نصب و فرایند کالیبراسیون یا در واقع همسانسازیش با خودرو داره صورت میگیره که مراحل نهاییش انجام میده. علاوه بر این دو نوع موتور دیگه‌ای هم داریم که ما 1400 سی سی که از همین بیس و همین پایه موتور استفاده شده و در حال طراحی در مرکز تحقیقات موتور ایران خودروه. خودروسازان ایرانی که الان صاحب 3 موتور ملی هستند و خط تولید 2 نوع از این موتورها نیز راه اندازی شده، هر چند سال باید نوآوری جدید در این بخش رو شاهد باشند. ما لازم داریم اگر می‌خواهیم حیات مرکز تحقیقات مستمر باقی بمونه، ما 3 تا 5 سال یک موتور رو باید حتما بدیم بیرون. هدف اصلی از طراحی و تولید این نوع از موتورها به دست متخصصان جوان داخلی دستیابی به یک خانواده موتور ملی با پایه گازسوز، کاهش مصرف بنزین و ساخت قطعات موتور در داخل بوده. الان ایران تنها کشور خاورمیانه و حتی میتونم بگم آسیای نزدیک از هند، پاکستان غیر ذالک گرفته که دارای این مالکیت و این به قول غربی‌ها لایسنس موتوری هست. این موتورها برای نصب در خودروهای تولیدی اصلی کشور در نظر گرفته شده. البته این موتورها بعد از تولید 2 تست 800 ساعته هم باید پس بدن. هر موتور باید تستای دوامو بگذرونه که در رابطه با موتور ملی بسیار این سختگیرانه صورت گرفته و تست موتور 2 تا تست کامل 800 ساعتو که هر 800 ساعت برابری میکنه با چیزی در حدود 150,000 کیلومتر پیمایش خودرو انجام میده و حتما باید اینا رو پاس کنه. علاوه بر اون هر قطعه جدیدی که بیاد روی موتور باید این تستای دوام دوباره تکرار بشه. موتور ملی ایران که همکنون در معرض دید کارشناسان و خودروسازان جهانی در نمایشگاه انجین اکسپو آلمان است، منتظر دریافت رتبه جهانی از لحاظ دانش طراحی موتور ملیه. الان کشورمون جزو اون 15 تا کشوریه که موتور ملی به نامشون ثبت شده.